خوش اومدید به این قسمت. امروز اومدیم بریم توی گوگل پلی و یا گوگل ستول و بهترین برنامه هایی که توی گوگل برای ارتباط مثل اینستاگرام، واتساپ و پینترست هست رو ببینیم و معرفیشون کنیم. اولین برنامه‌ای که هر کسی میتونه نصب کنه اینستاگرام هستش. به شدت عالی هست. این اولین برنامه‌ایه. دومین برنامه‌ای که همون اینستاگرام هست ولی نسخه بروز شدهشه. این نسخهش واقعا خودم دانلود کردم و عالیه. نصب کنید اینو. دومین فیسبوک هست. این نسخه قدیمیشه. نسخه جدیدش هم هست. و بعد از اون سنپ چت هستش که هم برای ارتباطاته و هم برای مثل اینستاگرامه، هم برای ارتباطه و هم برای فیلم گذاشتن و هر چیز دیگه. پینترست لایت به شدت عالیه. حافظه خیلی کمتری میگیره ولی پینترست اصلی که اینجا میبینید حافظه زیادی میگیره و واقعا من نصب کردم و ازش خوشم نیومد. بعدی واسه کسایی که به فیلم علاقه دارن و دارن زبان انگلیسی هم میخونن، این برنامه به شدت عالی هستش. این برنامه برای فیلم هاست. اسمش نتفلیکسه و هر فیلم خارجی که شما بخواید ببینید و در اینجا داره. و آخری تیک تاک هستش. برای اینکه بتونید توی ایران و توی کشورهایی که تحریم است تیک تاک رو نصب بکنید، باید برید توی قسمت سیتینگ، وارد اونجا میشید، زبانتون رو عوض میکنید. الان من قبل عوض کردم و انگلیش هستش و الان واسه همون تیک تاک رو بالا میاره و ما میتونیم اونو نصبش کنیم. اونم توی ایران. و فقط تنها مشکلی که داره اینه که قبل از اینکه نصبش کنید باید حتما سیم کارتتون رو در بیارید که بتونید نصبش کنید. و آخرین برنامه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم واتساپ هستش. واقعا برنامه عالیه. البته 2 تا واتساپ داریم. واتساپ خرید، یعنی توش با فروشنده صحبت میکنی و اون خریدو که میخوای انجامش میدی. هر خریدی که باشه باش صحبت میکنی، میخریش. کیک باشه، هر چیزی که باشه رو میتونید بخرید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و این فیلم ما رو نگاه کردید. امیدوارم که هم سابسکرایب کنید، هم زنگوله رو فشار بدید، هم لایک کنید. خداحافظ.